خب به نام خدا. فصل اول ریاضی دهم مجموعه ها. خب در ابتدا یک مجموعی رو تعریف میکنیم، اسمش هم میذاریم مجموعه آ که دو تا عضو داره، عدد 3 و عدد 5. خب اگه بخوایم بگیم که به صورت ریاضی اعضای این مجموعه آ رو معرفی کنیم، عدد به این صورت می نویسیم که عدد 3 با این علامت عضو مجموعه آ و عدد 5 عضو مجموعه آ هست و به جز این دو عدد دیگه عضو مجموعه آ نیست. مثلا عدد 6 دیگه عضو مجموعه آ نیست که با این علامت نشون میدیم. خب یه بحث دیگه ای که در فصل مجموعه ها داریم بحث زیر مجموعه یک مجموعه است که اگه بخوایم زیر مجموعه های مجموعه آ رو معرفی کنیم، این 4 تا زیر مجموعه رو میتونیم نام ببریم که عدد 3 داخل آکولات زیر مجموعه آ هست، عدد 5 داخل آکولات، عدد 3 و 5 و مجموعه تهی که به این صورت نمایش میدن یا به این صورت، به هر دو صورت هم میشه نمایش داد. خب اگر مجموعه آ n تا عضو داشته باشه، تعداد کلی زیر مجموعه های مجموعه آ رو با این رابطه میشه به دست آورد که الان در این بحثمون که مجموعه آ 2 تا عضو داشت، 2 به توان 2 میشه 4 تا زیر مجموعه که این 4 تا زیر مجموعه رو در اینجا معرفی کردیم. خب در پایان یک مسئله هم در رابطه با همین مجموعه ها در موردش بحث میکنیم. خب اگر مجموعه C رو داشته باشیم، x هایی که x عضو اعداد طبیعی رو با این z نمایش میدن، یعنی از منفی بی نهایت تا 0 و مثبت بی نهایت به صورت z نمایش میدن و x بین بازه منفی 1 و 4 باشه و همچنین مجموعه b هم داشته باشیم که رابطش به این صورت 2 تا x در صورت x عضو همین مجموعه c باشه و x بین 0 و 3 باشه. خب حالا این مجموعه رو میگه اعضاشو به ما نشون بده. مجموعه b اجتماعش با c و منهای b اشتراکش با c. خب اول این مجموعه رو اعضاش به دست میاریم، این مجموعه رو هم به دست میاریم، بعد این رابطه کلی میشه اعضای این اولی منهای اعضای دومی، یعنی اعضای این دومی رو از این اولی کم میکنیم. خب ببینید اول مجموعه C رو به دست میاریم. مجموعه C خب میگه x عضو اعداد صحیح باشه و از منفی 1 تا 4. خب منفی 1 پس جزء این x ها هست و جزء مجموعه C هست. 0 1 2 3 و 4 هم عضو اعداد صحیحه، تو این بازم هست، پس جزء مجموعه C هست. خب حالا میریم و چون اینجا مجموعه C رو لازم داشتیم مجموعه B رو حساب میکنیم. میگه 2x هایی که در صورتی که x عضو مجموعه C باشه و x هم بین بازه 0 تا 3 قرار داشته باشه. خب حالا ببینید اینجا منفی 1 جزء مجموعه C ولی تو این بازه نیست. خب 0 نیست، 1 جزء مجموعه C تو این بازه هم هست، پس 1 خب 2 1 2 تا میشه جزء مجموعه B و خب حالا عدد 2 تو این مجموعه C هست، تو این بازه هم هست، 2 تا 4 تا جزء مجموعه B میشه. 3 هم همینطور جزء مجموعه C هست، تو این بازه هم قرار داره، 2 3 تا 6 تا تو میاد جزء مجموعه B قرار میگیره. خب حالا ما میایم این مرحله اول یعنی B اجتماعش با C رو حساب میکنیم. خب B اجتماعش با C، مجموعه C جزء این مجموعه قرار داره به علاوه اعدادی که تو مجموعه B هستن و تو C نیستن، مثل عدد 6 جزء B اجتماعش با C قرار میگیره. خب B اشتراکش با C که مشخصه دیگه، اشتراک با هم داشته باشن، اعضایی که با هم مشترک باشن 2 و 4. خب حالا اعضایی که جزء مجموعه B اجتماعش با C باشه ولی جزء مجموعه B اشتراکش با C نباشه، خب منفی 1 تو این مجموعه قرار داره، تو این مجموعه نیست. منفی 1 0 1 2 عدد 2 تو این مجموعه هست، تو این هم هست، خب ازش کم میکنیم، تو این مجموعه کلی نمیاریم. عدد 3 تو این مجموعه هست، تو این نیست قرار میگیره. 6 هم تو این مجموعه هست،
و توی مجموعه بی اشتراک با C نیست. پس این مجموعه اعضاش میشن این 5 عضوی که اینجا مشاهده میکنید.